یه عده دوست برای خوشگذرونی آخر هفته میرن به یه جنگل. هوا تاریک میشه و آغاز اتفاقای بعد از اینجا شروع میشه. وید برای دستشویی میره پشت درخت‌ها که ناگهان ریچی وسط عملیاته که یه صدای میشنوه و میره ببینه چه اتفاقی افتاده که گوش کنده وید رو میبینه. سریع برمیگرده سمت چادر که میبینه یکی داره از آماندا کباب ترکی درست میکنه. سریع میدوه تا نجاتش بده ولی پاش توی یه تله خرس گیر میکنه.